من دارم ریکورد میکنم الان در هر صورت، چون اینا میره تو بیهایند سین. اوکیه داداش شما ریکورد بکن. 5 4 3 2 1 شروع دیگه. شما زدی شروع بشه. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه، جایی که میخوایم راجع به مورد انتظار ترین فیلم‌های سال 2025 صحبت بکنیم. در همین هفته میشه هفته دوم ژانویه هستیم الان دیگه. امید چطوری؟ خوبی؟ فداتشم کاکو. سلام میکنم به همه بچه‌ها. میخوام یه ذره امروز سنگین باشم بعد از فاجعه‌ای که توی ویدیوی گیم آواردز اتفاق افتاد. حالا بخوایم راجع به همشون صحبت بکنیم خیلی طولانی میشه ویدیو. میخوام یه ذره امروز سنگین رنگین باشم. امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم برای مورد انتظار ترین فیلم های سال 2025 در 9 ژانویه. بریم آقا بریم. آره بچه‌ها ما راجع به فیلم ها میخوام ببین، هنوز شروع نشده سنگینی خودتو داری اثبات میکنی. 5 دقیقه میگذره فقط. شما فقط میکروفون رو در دهان نکن اوکیه، بقیهش درسته در میاد. عرضم به حضورت که آره ما میخوام از روی لیست ورایتی میریم جلو و راجع به فیلم ها صحبت میکنیم، یعنی سریال ها رو نیاوردیم تو این لیسته. خب طبعا امسال لاست آف اس فصل دومش بخواد بیاد، همین یک دو روز پیش هم یه تریلر جدید داد. ما یه ویدیو خبری به شما بدهکاریم بچه‌ها، یعنی انقدر یه سری ویدیوهای از قبل مونده باید منتشر بشه. یه ویدیو خبری میریم مفصل صحبت میکنیم راجع به همه اینا و مواردی که در این حال یکی دو هفته نتونستیم راجعشون ویدیو بریم و حتما صحبت میکنیم، چون مواردی هستن که هم من هم امید فکر می‌کنم روشون نظر داریم تا حدی و دوست داریم نظر شما رو بشنویم. آره خلاصه که با فیلم ها کار داریم. امید بریم شروع بکنیم. بریم آقا، بریم سراغش. بریم آقا. آره خیلی هایلایت وان میریم جلو. اینم بگم طبعا یه سری فیلم ها رو ما بیشتر میخوایم صحبت بکنیم چون سلیقه شخصی قطعا تاثیر داره و خب یه سری فیلم ها رو کمتر راجبشون صحبت میکنیم دیگه. مثلا یکیش همین فیلم ولفمنه که 17 ژانویه میخواد بیاد. خب بیاد و خب بیاد اصلا در دسته‌بندی ترسناک هم هست. برید لذتشو ببرید. فقط این فیلم ولفمن اوایل یادم رایان گاسلینگ خیلی بهش وصل بود، نکته‌ای که یادم ازش یکی دو سال پیش، ولی مثل این که نشد که رایان گاسلینگ وصل بمونه بهش. آره امید جان، کپتن امریکا بریو نیو ورلد 14 فوریه، نظرت؟ نظرم امیدوارم که چیز درخوری باشه. با تریلرایی که ازش منتشر شده منو خیلی هایپم نکرده حقیقتا. آره حالا هریسون فورد رو آوردید، حالا هر کاری که کردید، من منتظرم که خروجی کار رو ببینم حقیقتا. میدونی جایگزین کردن کپتن امریکا خیلی کار سختیه، یعنی اینکه یه نفری رو بیاری که جایگزین اون بخوای بکنیش بعد از حالا اتفاقاتی که توی اند گیم افتاد، واقعا کار سختی. امیدوارم که به نحو احسن از این مرحله عبور بکنن و دست به دامن مجدد نشن که بخوان کپتن امریکا استیو راجرز رو برگردونن به جهان ام سی یو. اونو که برش گردوندن. اتفاقا یکی از اشتباهات مارول این بود، همین ماه پیش خبر برگشتن کریس اونز رو دادن دیگه. یکم اصلا این فیلم رفت تحت شعاع اون خبره. یعنی الان هر کی فیلم رو ببینه خب میگه خب سام ویلسون که کپتن امریکا نیست که کریس اونز من نمیخواد برگرده تو اونجرز. خب البته میدونم توی اون خبره گفتن که آقا معلوم نیست و اینا، ولی ملت که به این توجه نمیکنن دوستان. ملت فقط نگاه میکنن کریس اونز کپتن امریکا بوده الان برگشته این وسط چی میگه این بنده خدا، که اتفاقا به نظرم تو سریال هم بد کار نکردن. حالا یه سری ایراداتی داشت اون سریال فالکن کپتن امریکا در انتها، ولی خب من خودم هایپم براش. به نظرم اتفاقا تریلراش یه جورایی اون وایب وینتر سولجر رو میداد، حداقل تریلرهاش، ولی اینکه فیلم اصلی چیکار میخواد بکنه خودش نکته جالبیه. یه کمی نوستالژی بازی هم باز مارول داره در میاره که هریسون فورد کرده رئیس جمهور. دوستانی که فیلم حالا همسن و سال من باشن یا دهه 60 باشن ایر فورس 1 رو دیده باشن با هریسون فورد میدونن که چی میگن. دفعه اول نیست که هریسون فورد داره نقش رئیس جمهور آمریکا رو بازی میکنه و خب ریکست هم شد دیگه، یعنی الان نقش جناب راس رو داره بازی میکنه. سیبیلار هم زده، رد هالک هم که میخواد بشه و ببینیم چیکار میکنن. بازیگر بریکینگ بد هم توشه، اسمش یادم رفته ببخشید، من میخواستم بگم. آره من یه نکته رو بگم که فکر میکنم
امسال تاندربولتس رو هم خواهیم داشت دیگه. اینکه حالا رد هالک رو قراره رونمایی بکننش توی این فیلم، حالا احتمال خیلی زیاد وصل بشه به جهان تاندربولتس و اتفاقاتی که قراره تو اون هم بیفته. احتمال داره مثلا پست کردیت سینی چیزی داشته باشیم اونجا راجبش. آره تریلرهاش که میگم تریلرهاش خوب بوده. یه چیزی دیگه هم خواستم بگم فراموش کردم. راجب بازیگر بریکینگ بد داشتی میگفتی که اسمشو. نه اصلا اونم اصلا فراموش شد. نه اصلا صحبت نکنیم راجبش. پدینگتون این پرو 14 فوریه. من فیلمای پدینگتون ندیدم، خیلی طرفدار دارم امید. آره خیلی فن بیس عجیبی داره. من یکشو دیدم فقط، اسم نمیدونم هم اسمش چی بود حقیقتا. بدی نبود، جالب بود برای وقت گذرانی، خیلی کیوت. آره. و خیلی خودش میدونه چیه. از این فیلمای خانوادگی کیوته که آیه پیام اخلاقی هم داره، ولی خیلی تعریف ازش شنیدم. ندیدیم بچه‌ها، اگر دیدین حتما بگین. خلاصه که قسمت سومش 14 فوریه میاد، یعنی عملاً ماه دیگه کپتن امریکا بریو نیو ورلد و پدینگتون این پرو قراره که یه نبرد باکس آفیسی داشته باشن. امید یه سوال دیگه ازت بپرسم روی فیلمایی که فکر می‌کنیم. یه سوال جالبی که می‌خوام ازت بپرسم اینه که به نظرت کپتن امریکا به باشگاه 1 میلیارد دلاری ها میپیونده یا نه؟ من خودم فکر نمی‌کنم. یعنی فکر کنم خیلی خوب فروش بکنه، مثلا 700 میلیون. آره چون ضربه خورده مارول. الان مارول بخش عظیمی از طرفداراشو که میکشیده سینما رو تقریبا از دست داده. یعنی من توی اطرافیان و این طرف و اون طرف تو سوشال میدیا که دارم میبینم واقعا خیلی ناامید شدن از مارول. احتمال داره فیلم موفقی باشه ولی بعید میدونم بالای 1 میلیارد بزنه. آره نکته هم که میخواستم بگم اینه که حالا میگم درسته که تریلرهای کپتن امریکا بریو نیو ورلد خوب بوده، یعنی وایب وینتر سولجر و حالا سیاسی تریلر و اینا میداده، ولی خیلی ریشوت داشته. 2-3 بار ریشوتش کردن. معمولا وقتی یه فیلمی انقدر ریشوت داره خیلی نوید یک فیلم موفق رو شاید نده. حالا نمیدونم، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. بریم سراغ 7 مارچ که یکی از فیلم‌های مورد انتظار من میاد، میکی 17. تریلر هم داد، بر اساس یه رومانی. آقای بونگ جون هو هم کارگردانشه، کارگردان کره‌ای که پاراسایت و اسنوپیرسر رو کارگردانی کرده. سرکار خانم تونی کولت هست، مایک روفالو هست. تریلرش من خیلی حال کردم. خیلی سریع بخوام بگم وایب ایج آف تومارو تام کروز رو میده اگه دیده باشین، ولی به جای اینکه با تایم بازی کنه داره با این ایده کلون داشتن و اینا بازی میکنه. یعنی فیلم یه جاهایی خودش رو جدی میگیره، یه جایی هم خودش با خودش شوخی میکنه، ولی بازیگری پاتینسون رو خیلی دوست داشتم. یعنی رنج فوق العاده‌ای داره. به نظر من یکی از اون بازیگرایی است که واقعا اصلا رنسانسی داشته رابرت پاتینسون و خیلی براش خوشحالم. یعنی از اون فاجعه توایلایت جون سالم به در برد، واقعا هم حقشه و خیلی آدم کاریزماتیکی. از اون بازیگرایی است که الان مثلا برای من مثلا جک جیلن هاله که هر فیلمی بازی کنه من نگاه میکنم. حالا میکی 17 هم که اصلا تریلرش هم خیلی وایب جالبی داشت. نظر تو چی؟ آره اینو اول اصلا خودت به من معرفی کردی. فکرم راجع به چی داشتیم با هم دیگه گپ میزدیم، گفتی یه تریلری اومده بونگ جون هو ساخته، بعد من رابرت پاتینسون و مایک روفالو بازی کردم، رفتم سرچ کردم یا خدا چقدر خوبه این تریلر. و بی‌نظیره. ببین تو تریلر بازیگر بی‌نظیره، ببین تو فیلم قراره چیکار بکنه. خیلی امید دارم به این فیلم حقیقتا. اصلا تریلرشو ببینید بچه، تریلر خیلی چیز جالبیه. حالا این چیزی هم که من شنیده بودم مثلا که بر اساس یه رمان به همین نام، رمان نیومده، از روش فیلم ساختن. یعنی جدی؟ آره چیزی که من شنیدم مثلا 2 سال پیش میگفتن این بوده. نمیدونم الان رمانش اومده یا نه، ولی داستان یک مسافر فضاییه که میفهمه که کلون داره دیگه. یعنی اینو از روی تریلرش هم میشه فهمید و اتفاق جالبی داخلش میفته. خلاصه که یکی از فیلمای مورد انتظار منه. اینم فکر نمی کنم به باشگاه میلیاردی ها بپیونده، ولی امیدوارم خوب فروش بکنه. حالا بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. آره میدونی احساس میکنم فیلم خیلی فیلم پربودجه‌ای نباشه. البته بستگی داره که چه جلوه‌ای ویژه‌ای توش به کار رفته باشه، چون همین کلون کردن خودش پروسه سختی میتونه باشه توی پروسه جلوه‌ای ویژه و اینا. ولی فکر نمی‌کنم خیلی پربودجه باشه. از این بابت هر چی بفروشه احساس میکنم میره تو سود. از اون فیلم‌های سودده میشه برای بونگ جون هو و حالا تهیه کننده‌ای که قراره فیلمو پرودیوس بکنتش. آره من اصلا میگم مثلا خوراک همین فیلمایی هست که با کلون و با تایم و اینا بازی میکنن. من خیلی دوست دارم، به خاطر همینم خیلی هیجان زدم براش. 21 مارچ اسنو وایت قراره بیاد. من حرفی ندارم. من امروز داشتم با یکی از دوستام سر کار حرف می‌زدم راجع به این
که سلامم میکنم بهش. داشتیم میگفتیم که داشتیم راجع به مایلز مورالز صحبت میکردیم، بعد گفتش که تو مخالف حضور سیاه‌پوستا توی نقشه و فلان. اینو گفتم نه، من مخالف حضور سیاه‌پوستا نیستم، ولی مخالف حضور سبز پوستا تو نقشه اسنو وایتم. اگه یه جهان موازی بسازن که مثلا یه کاراکتر داشته باشه اسم سیاه زغالی، من بیشتر باش کنار میام تا مثلا یه الان بچه‌ها یا اول فصل الان طرفدارای ریچل زگلر همه فارسی بلدن، خب یعنی میبندن به ما کانالو بند میکنن، کست رو سرمون خراب میکنن الان با این حرفی که زدی. ولی واقعا چرا اسنو وایت، چرا سبز است بازیگر؟ اصلا جدا از اون من لایو اکشنای دیزنی رو نیستم کلا، نمیدونم چرا هیچ کدوم از لایو اکشناش هم ندیدم. خب مثلا لایو اکشن لاین کینگش هم دیگه یه دونه، چرا یه دونه علایالدین دیدم اصلا دوست نداشتم، اصلا هیچ ربطی هم به ویل اسمیت در نقش جینی نداشته. علایالدین کارتون با خدا بیامرز رابن ویلیامز واقعا یه چیز دیگه است. حالا چه اصلا دوبله ایرانی شده شما نگاه کنید، چه زبان اصلیشو نگاه کنید، واقعا اون جذابیتی که داره به نظرم یه سری چیزا که تو انیمیشن هستن خیلی خوب توی لایو اکشن نمیشه نشونشون داد، چون لایو اکشن تو بخوای واقعیش بکنی، یعنی یه جوری میخوای با این منطق درستش بکنی که ببین این شیره قطعا وجود داره تو جهان واقعی و خب چرا؟ البته میدونم دلیلش چیه، دلیلش پوله. خب به خاطر اینکه یه سری نسل جدید داره با اینا بزرگ میشه، به خاطر همینم حکایت همون داستان است که تو ریمیک بازی هم داریم دیگه. ریچل زگلر بازیگر خوبیه، خب نیستم کلا، یعنی فیلم بیاد نمیبینمش، میدونم. آخه شاید الان من نمیدونم دیزنی چقدر دیگه میخواد سوداوری داشته باشه. اینقدر سوداوری داره بنده خدا، یعنی که میرن دیزنی لند بشین ویدیوشون رو نگاه کن، این رایدای دیزنی ببین چه سوداوری ببین داره. من همین الان داشتم خبر میخوندم که 3 فیلم پرفروش روی پرده در حال حاضر توی کل سینمای جهان مال دیزنیه. خب یعنی البته خریده دیگه، یعنی آواتار دیگه در هر حال نه در همین لحظه ها که داره اکران میشه، همین الان آره چیز موانا آره. دقیقاً. خب میگم بس دیگه، حداقل یه جایی وا بده، بذار یه ذره حداقل نفس بکشه این صنعت. انقدر همش پول تزریق نکن و توقع چاپ پول مجدد داشته باشی ازش. یه میدونم ویژنی که پشتش رو خیلی نیستم حقیقتا. داره ببین اون طرفدار خودشو داره، یعنی ما میگیم الان اینجوری، خب باور کن تو ایران هم طرفدار خودشو داره. خب احترام میذاریم دیگه، امیدوارم لذت ببرن، هر کی اسنو وایت رو دید لذت ببره. من میدونم نمیبینمش، کارگردانش هم که مارک وبه که امیزینگ اسپایدرمن رو ساخته، خدا کنه فیلم خوبی بشه ان شاءالله. مثلا ما که بدی کسی رو نمیخوایم، مخصوصا بعد ماینکرافت رو که 4 اپریل اصلا ولش کن اونو ازش کلا با قیافه ترانزیشن رو داشتی از تو اسنو وایت چجوری رفتم تو ماینکرافت. بچه‌ای که با ترانزیشن حال کردید تو کامنت بگید. خدای لایک نداره این ویدیو با این ترانزیشنی که براتون زدم. بفرمایید. قیافه جیسون موموآ رو تو عکس ببین، تو رو خدا. من جان من بذار عکس رو تو عکس رو میذارم. من کار برات ساختم و میدونم، ولی با کالدروگو میشناسم. کالدروگو اصلا هر چی بود ریخت با این ژاکت صورتیه، با اون شکم، با اون شلوار زاپدار جین، با اون موی بلوند. وای خدا اصلا باورم نمیشه دارم این عکسو میبینم. بله آخه من ماینکرافت هم بازی نکردم، باز میدونم خیلی طرفدار داره. نمیدونم یه دفعه دیدی به خاطر جک بلک نشستم نگاه کردم. آخه شایان ماینکرافت منم بازی نکردم، یه چکش مگه بد نمیده اینجوری تق 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 میزنی میری جلو؟ داستان مگه داره؟ خودشو داره. از رو چیش ما بعد کسی نمیخوایم ان شاء الله ماینکرافت هم بفروشه. اون سرنوشت فیلم بوردرلند سرش نیاد. آی پی هایی که از روی بازی هستن ما حمایت میکنیم، مخصوصا بعد از ویدیوی دیس و دیسپک بازی که برای گیم اواردز داشتیم. بشین نگاه بکنید دیگه، همه رو حمایت میکنیم. لینکشو میذاریم بالا اگه دوست داشتید. جواد ما رو میکشه. آره لینکشو میذاره ببینید. 18 اپریل، یعنی هر چقدر راجع به اینا من نیستم، یک فیلمی میخواد بیاد رایان کوگلر فیلم بسازه، فکر کنم نبینم من، به حمله جناب مایکل بی جوردن، به اسم سینرز، گناهکاران، که اگر تریلرشو ندیدید ببینید. فیلم اصلا یه هایپی هم پشتشه که معلوم نیست چیه. امید نمیدونم تریلرشو دیدی تو؟ من تریلرشو ندیدم ولی شواهد و قرائن مشخصه که فیلم تریلر رو میبینی مایکل بی جوردن مثلا اینکه نقش 2 تا برادره، بعد
یه کمی وایب مثلا این سریال فرام این اخیراً خیلی معروف شده، یه کمی اونو داره، مثل اینکه ومپایر داخلش داره. اصلا تریلر هم خیلی چیزایی رو نشون نمیده، ولی از این فیلم‌هایی هست که واقعا میتونه بیاد و بهتره کنه. و آی پی جدید از رایان کوگلر فوق‌العاده است. یعنی حالا چه با کریدش، بلک پنتر 2 رو کاری نداریم، کرید فوق‌العاده است. یعنی واقعا فیلمیه که اصلا به نظر من بهترین فیلم فرانچایز راکیه، با احترام به راکی 1. و خیلی اصلا این ترکیب رایان کوگلر مایکل بی جوردن جواب میده دیگه. بلک پنتر 1 فرود ویل استیشن هم داشتن، جزو فیلم‌های خوبشونه قبل از این اصلا شهرتی که داشتن. هیلی استاینفیلد هم داخل فیلم هست و از اون فیلم هست که میگم واقعا منتظرشم. هر ماه امسال خوشم میاد که هر ماه یه فیلمی هست که منتظرش باشی و امسال سال جذابیه. تا همینجا الان 3 ماه رفتیم جلو، اتفاقای مثبتی افتاده. تو فن هاردکور مایکل بی جوردنی احساس میکنم. آره من خیلی من خیلی باهاش حال میکنم. خیلی به نظرم بازیگر خیلی خوبیه و اصلا میگم این تریلر رو میبینی یه وایب خیلی دار که عجیب و غریبی داره. ببین آخه یه دونه فیلمو تو کانال شای مووی شو خودت گذاشته بودی Without Remorse، بدون پشیمانی. افتضاح بود. خب یعنی فقط مایکل بی جوردن توش خوب بود. تنها کسی که مطمئنم تو ایران برای این فیلم ویدیو ساخته خودت بودی، چون هیچ کس دیگه اون فیلمو ندیده. مطمئنم هیچ کس ندید. اصلا خود مایکل بی جوردن هم ندیدتش. مثل جانی دپ به جاش نشسته کرید نگاه کرده، دمبل میزده. کرید رو نگاه کنیم. این ابله هم نشسته ویداوت ریمورس رو کرد. ویداوت ریمورس رو نگاه کردم به خاطر اینکه من سریال جک رایان رو دیده بودم. اتفاقا الانم ادامهش میخوام بدم. اینا فیلم جک رایان هم میخوان بسازن و جزء آثار تام کلنسی دیگه. باز بچه‌ای که بازی رینبو سیکس و اینا رو بازی کردن میدونن چیه. یعنی من هایپم بیشتر به خاطر اون بود که اینا اومدن این کاراکتر رو آوردن. بعد اصلا آخر فیلم هم یه تیزی میکنه فیلم رینبو سیکس رو. نمیدونم منتها چیکارش میخوام بکنم، نمیدونم مثلا حق رایتش کپی رایتش دست کیه. ولی آره حالا این فیلمه دیگه رایان کوگلره دیگه، یعنی ویداوت ریمورس از توش در نمیاد هر چی بشه. اینم بگم 5 روز قبل از تولد من اکرام میشه فیلم سینرز. آقا تولد شما مبارک. این کادو تولد من بهت. دست درد نکنه. ان شاءالله با رایان کوگلر محشور بشی. ان شاءالله خود رایان کوگلر و مایکل بی جوردن رو میارم. مایکل بی جوردن مناطق محروم رو میارم برای تولدت. میگم امید فوت کن. خب بریم سراغ بعدی. 2 می ماهی که همواره یک فیلم مارول داریم. مثلا ماه می معروفه Thunderbolts. به نظر من از کپتن امریکا وینتر سولجر، ببین هنوز ذهنم تو اونا، کپتن امریکا بریو نیو ورلد عملکردش بهتر خواهد بود. حتی در این حد میخوام بگم اگر فیلم خوب باشه روی زبونا بیفته، به نظر من Thunderbolts شانس داره که بره بالای 1 میلیارد علاوه فروش. نظر من ممکنه مخالف باشی. ببین آخه الان کاملا دارن با سویساید اسکواد چیز میکنن دیگه، یعنی وارد جنگ شدن قشنگ. یعنی اگه فیلم خوبی باشه به واسطه بهتر بودنش از سویساید اسکواد خیلی پربیننده میشه و خیلی ها میرن ببینن چیه که از سویساید اسکواد بهتر بوده، و اگه بدتر بشه بد میکوبن تو سرش. یعنی این قشنگ شمشیر دولبه میشه برای Thunderbolts که خیلی میتونه خفن باشه و مثلا چیز عجیب غریبی میتونه از توش در بیاد با کاراکترهایی که توش هستن، با حضور شخصیت‌های مختلفی که از دنیای مارول ما توش داریم. خیلی میتونه خفن باشه در صورت اینکه خوب درارن دیگه. میدونی چی میگم؟ من فکر نمی‌کنم اینم بره بالای 1 میلیارد، ولی به قول تو اگه داشته باشه اون میزان چیز رضایتی که از طرف هواداران میاد، احتمال داره که بره بالای 1. ببین چه تریلراش که وایب مثبتی میداده. یعنی من دیدم طرفدارای مارول میگن که اوکی حالا حداقل به اون فرموله برگشته دیگه، چون کاراکترایی هم هستن که فلورنس پیو که الان خیلی خاطرخواه داره، سباستین استن، دیوید هاربر. ببین یعنی کسته. حالا اون دوستان بک‌گراند رو کاری ندارم اون دیگه، وایت راسل و اینا رو فعلا کاری نداریم مثلا بهشون. به نظرم پتانسیل داره. خب میدونم احتمال اینکه نشه خیلی بیشتره، احتمال اینکه نتونه به این درصد از فروش برسه، ولی واقعا امیدوارم که تریلراشو میبینی یعنی میگی که اوکی حداقل فهمیدن اشتباهشون کجا بوده دیگه، الان دارن اصلاح میکنن. اینکه اینقدر محتوا چپ و راست هر ماه محتوای مارول نمیاد و حالا یه سری کاراکترها هم
دارن میارن که به احتمال زیاد توی فیلم اونجرز بعدی هستن، چون این تاندربولتس آخرش یه ستاره داره، استریکس داره، میگن دارک اونجرز. به نظر من احتمال داره که فیلم موفق تری بشه از اون چیزی که خیلی ها انتظار دارن. آقا شما به عنوان یه دنبال کننده خیلی هاردکور جهان مارول کی میشه یه میدنایت سانز ببینیم؟ نمیشه الان با اتفاقی که افتاده. یعنی واقعا من برای اون فیلم داداش خیلی ما بلید رو نمیبینیم، میدنایت سانز ببینیم. راست میگی. این فیلم بلید اصلا بدبخت معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده. مارشال علی داره سنش دیگه میره بالا، اونورم که این بنده خدا بازیگر قبلی بلید آوردن یه دیسی کرد اینو گفت که I'm the only blade و این داستانا. واقعا انتظار داری میدنایت سانز ببینیم؟ ان شاءالله که ببینیم، امیدوارم به سن من به جاش افترنون داترز میبینیم. قربون شکل برم حاجی من خیلی دارم تمرین میکنم خنده چیزو برم، اندرو گارفیلدو برم توی خیلی شبیش بود تو گوش من، خیلی شبیش بود تو گوش بچه‌ها. تمرین میکنم. بگو بچه‌ها کامنت بذارن، بچه‌ها اندرو گارفیلد لف کامنت بذارید تو کامنت. اصلا رو خنده خودت هم یه قیافه اندرو گارفیلد بیار. میخوام کار ادیت برات بسازم. آقا تو رو خدا وقت بعد از مدت‌ها بشینی پای ادیت افتر افکت باز کنی. آره خب عرضم به حضورت که ماه می، بله 2 می، اوایل ماه می میاد تاندربولتس #دارک اونجرز. 20 روز بعدش، 21 روز بعدش عشق. اصلا الهی قربونش برم، فداش بشم. میشن ایمپاسیبل The Final Reckoning، آخرین حسابرسی. امید نظر تو چیه؟ ازت ممنونم در ابتدا که منو با تام کروز آشتی دادی. من یه خصومت شخصی، پولمونو خورده بود آخه تام کروز. من باش مشکل داشتم ولی منو آشتی دادی و واقعا خوشحالم از این که با این آدم قبل از این که بازیگری رو کنار بذاره آشنا شدم. حقیقتا حاجی بازیگری رو کجا کنار بذاره؟ گفته تا 80 سالگی میخوام بدبخت شد میشن ایمپاسیبل بسازم. مثلا جنگ و دعواییه فعلا بین تام کروز و کارگردان آقای مکیو و پارامونت. تام کروز هم یه دیسی کرد پارامونت ها، رفت با وارنر برادرز قرارداد بست. اینم بگم حالا ببخشید ادامه. آره ببین فیلم قبلی حالا راجبش حرف زدیم یه ذره، فکر می‌کنم توی یکی از ویدیوها. اونقدر فیلم عجیب غریبی نبود ولی اوکی بود. این احساس میکنم باید یه چیز خیلی خارق‌العاده تر بهمون نشون بده، چون انتقاد شد واقعا از فیلم قبلی، خیلی‌ها نقد کردن، خیلی‌ها دید منفی داشتن و این باید قشنگ فرانچایز رو نجات بده. اگر میخواد تا 80 سالگی میشن ایمپاسیبل بسازه، نظرم نیاز داره که این فیلم نجات بده، چون فالاوت خیلی توقعات رو برد بالا واقعا. یعنی آخه امید فالاوت بهترین فیلم اکشن تاریخه. واقعا منم خیلی رو این قضیه موافقم، خیلی فیلم خوبیه به نظر من. یعنی اصلا زوج سازی تام کروز با هنری کویل خیلی بی‌نظیر بود تو اون فیلم و بعد از اون که هیچی و اصلا از لحاظ بصری و اجرایی کاری که توی اون فیلم کردن، یعنی فرمول ماموریت غیر ممکن رو اینا پیدا کردن تو 4 و 5 مثلا 5 خیلی زیاد. بعد اصلا همه چیشو گوست پروتوکل بود 5 گوست پروتوکل 4 بود که براد برد چجوری کارگردان اون فیلم شد. یه روز بعد بشیم یه ویدیو بعد بشیم صحبت بکنیم راجع به تاریخ ماموریت غیر ممکن. من خیلی حرفا دارم میتونم بزنم، اصلا اتفاقایی که افتاد برای ماموریت غیر ممکن خیلی جالبه و اصلا چی بود و یه دفعه چی شد. خیلی خلاصه اون فرمولی که اینا تو 5 پیدا کردن، چون 5 هم کریستوفر مکوایری، حالا مکیو بهش میگن، اومد کارگردان شد و اصلا کریستوفر مکوایری بچه‌ها بیشتر از این که کارگردان باشه یه فیلمنامه نویس فوق العاده است. یعنی از تقریبا 2010 به این ور تام کروز هر فیلمی ساخته یه دور داده مکیو جان بخون آره بازبینی کن. همین کار رو روی تاپ گان کرده، همین کار رو روی فیلم والکری کرد که اصلا خیلی تعریف و تمجیدم ازش شد. جک ریچر رو همین کار رو باش کرد، دومیه نه اولیه. و ماموریت غیر ممکن هم که این داستانه بود دیگه. آره به خاطر همین وقتی تو یه چیز فوق العاده پرفکتی داری که خیلی‌ها دارن بهش میگن بهترین فیلم اکشن تاریخ، با احتمال اینکه توی فیلم بعدی نتونی به اون انتظارات برسی زیاده، ولی به نظرم فیلم خوبیه. یعنی مثلا اگر فالاوت 10 از 10 باشه به نظر من که هست، مثلا دد رکنینگ بس آره مثلا دد رکنینگ 7 هست. خب 7.5 هست. همین اواخر دیدم مثلا واقعا 7.5 هست. من مثلا با کاری که با ای آی داشتن میکنن خیلی حال کردم. به نظرم خیلی واقع گرایانه بود داستانی که بود. بعد آخه شایان فیلم اکشن دیگه، توقع هیچکاک نداریم که.
میدونی چی میگم؟ یعنی فیلم اکشن باید چیکار بکنه؟ باید برای تو تعلیق بسازه، باید برای تو هیجان بیاره، باید برای تو فایت خوبی بیاره، باید کوریوگرافی سکانس خوبی قطاری داشته که باشه. آخر آره فیلمه دقیقاً. سکانس قطاره شاید به سکانس هلیکوپتر فال اوت نرسه، خب ولی واقعا سکانس ارزشمندیه. اینو میخوام بگم که اگر فال اوت ساخته نمیشد آیا انقدر از دد ریکنینگ انتقاد میشد؟ نه واقعا، به نظر نه واقعا. دقیقاً خیلی قشنگ گفتی. یه نکته دیگه هم بگم، مثلا یه کمی هم تحت شعاع اتفاقات باربنهایمر هم قرار گرفته مأموریت غیر ممکن، اون تاریخ انتشار افتضاحی که داشت. اون نمیدونم واقعا پارامونت خود تام کروز هم فکر کنم خیلی روی یه کمی زیادی رو خودش حساب کرد بعد از اتفاقی که با تاپ گان افتاد، چون تاپ گان رو 1.5 میلیارد دلار فروش کرد دیگه، اصلا هیچ کس انتظار نداشت اتفاقی که افتاد. اینا هم فکر کردن مثلا دوباره اون شرایط تکرار میشه، ولی این فیلمه مثلا بین آپنهایمر و باربی له شد، در صورتی که از موقعی که این فیلم اومده مثلا من میشن ایمپاسیبل رو 3 بار دیگه نگاه کردم، اون دوتا رو سمتشون هم نرفتم. با احترام به آقای نولان، ولی آپنهایمر رو چند بار میخوای نگاه کنی؟ یه بار، واقعا یه بار بیشتر نمیشه. خدا وکیلی کسایی که طرفدار، من خودم طرفدار نولانم دیگه، آپنهایمر رو مثلا میشه بشینی مثلا 3 بار نگاه کنی؟ آخه نمیشه دیگه، ریواچبیلیتی فاکتور نداره. دقیقاً چند بار میخوای 4 ساعت بشینی دیالوگای رد و بدل شد؟ چند ساعته؟ 3 ساعت خورده بود فکر کنم. 3 ساعت خورده دیالوگ ببینی و زندگی نامه است. زندگی نامه اونقدر قابلیت ریواچبیلیتی نداره. فیلم فوق العاده ای ها، ولی واقعا از این فیلمایی است که به نظرم نولان ساخت که اسکار رو بگیره. نمیدونم حالا اصلا اسکار رو اینا گرفت یا نه، مطمئن نیستم، دنبال نکردم حقیقتا. الان تو ذهنم نمیاد، بچه‌ها میدونن استار کنن خود به اسکارش. رابرت داونی جونیور گرفت، آفرین براش. خب مثلا اسکار بهترین فیلم و اینا نگرفت آپنهایمر، من دنبال نکردم. تو بخش طراحی صحنه مهنه اینا لباسی همچین چیزی گرفته بود، یادم نیست دیگه. با اون نگرفت دیگه با هیچ چی نمیگیره به نظر من. خاطرم دارک نایت هم که اونجوری سرشو بریدن. حرفم اینه که به نظرم میشن ایمپاسیبل واقعا اون حرفی که میزنی درسته. این میشن ایمپاسیبل هم یه جوری دارن تبلیغش میکنن که آخرین مأموریت غیر ممکنه. نمیدونم چه اتفاقی واقعا میخواد بیفته، ولی انتظار یه فیلم خوبو دارم دیگه. حالا ببینیم چی کار میکنن. بذار تو این میان من سرچ بکنم ببینم اوپنهایمر چه جایزه‌ای گرفتش، آبرومون نره. تا تو سرچ میکنی ببین الان این دوباره مأموریت غیر ممکنه، به جان خودم این تاریخه رو عوض نمیکنن، دوباره گند میخوره توش. قبلش تاندربولتس میخواد بیاد، 2 روز بعدش لیلو ان استیچ. این خیلی طرفدار داره و فروش میکنه، میدونم این لایو اکشن فروش میکنه. خب این چون انیمیشنش هم خیلی طرفدار داره، من این انیمیشن اینو ندیدم. این فکر می‌کنم یکی از اون آثاره بوده تو ایران شاید خیلی طرفدار نداشته، نمیدونم چجوری ندیدم، ولی لایو اکشنش به نظر خوب میومد. من واقعا حرفی ندارم چون فقط عکسشو دیدم، چون هیچی نمیدونم راجبش بخوام صحبت بکنم. آره من نمیدونم چون انیمیشن اصلیش هم سال 2002 اومده، بچه‌ای که دیدن تو کامنت بهمون بگن. ندیدیم. ببین دوباره CMA بله کراته کید لجندز میخواد بیاد. بس لحظه اینم فن بیس خودشو داره. Wait a minute. جکی چان دیدی کراته کید اصلا با من اونی تاریخش آشنا هستی؟ یه دونه دیدم که پسر ویل اسمیت بازی کرده بود. آها آفرین، اون ریمیک کاراته کیدی است که این آقای رالف ماچیو توش بازی کرده. یعنی فکر کنم 4-5 تا فیلم کاراته کید ساختن، بعد تو سریال هوایی متیور مادر اومدن این بازیگره رو آوردن با اون بازیگر نقش ویلیام زاپکا اسمش فکر می‌کنم. خب مال فیلم اصلی کاراته کید مال مثلا دهه 80 اگه اشتباه نکنم، دهه 80 90. بعد فن بیس اومدن دورش گرفت دیگه. تو این اواخر که همش ریمیک داشتن میکردن، یه سیکوئل ساختن، یه لگسی سیکوئل ساختن که سریالش هم کوبرا کای خیلی طرفدار داره و اصلا همه ازش تعریف میکنن، جوری که من خودم مثلا میخوام برم بشینم ببینم چی کار کردن تو این سریاله. آره حالا این فیلمه عملاً اونجرز کراس اوور این دنیا هست دیگه. خب چون جکی چان کاراته کید 2005 آوردن با پسر کاراته باز در واقع فیلم اصلی که حالا شاگرد جدید تعلیم بدن. تریلرش هم خوب بود، یعنی من ترغیب شدم نگاه کنم. من جکی چان فیلم بازی کنه اصلا مگه میشه نگاه نکنم حقیقتا. و
ما آخرین بارهاییه که داریم جکی چان رو میبینیم، یعنی اصلا باید ببینیم، باید لذت ببریم. واقعا اصلا یه عکس چند روز پیش من دیدم از جکی چان، حالم گرفت واقعا، چون اسطوره بچگیای ما کل بچگیمون با جکی چان گذشته و فیلمایی که داشته. آره بعد تو کامنت های تریلر نوشته بودن جکی چان و آقای رالف ماچیو که تصویراشون توی پوستر هست کلا 5 سال مثل این که با هم اختلاف سن دارن. اون ژن ایتالیاییش بهتر از ژن آسیایی کار کرده از این بابت. خلاصه این فیلمم من منتظر میرم چیکار میکنن، ترکیب کاراته و کنگ فوه که اون فیلم پسر کاراته بازی هم که جیدن اسمیت اسم پسر ویل اسمیت چیه حقیقتا توش بازی کرده، اونم فیلم خوبیه. اتفاقا من 2 شب پیش نشستم نگاه کردم، فیلم خوبیه واقعا. 2 شب پیش اون موقع خیلی بهش سخت گرفتن. آره جدا واقعا نشستم نگاه کردم برای آمادگی برای این فیلم، چون یادم اون موقع خیلی فیلم رو کوبیدن طرفدارای کاراته کد اصلی، ولی اون کنگ فو این کاراته سالا اینجام دیگه ترکیب هر دو دیگه. آره حالا قبل از اینکه بریم سراغ بعدی من برای اوپنهایمر بگم که هم نولان برد اسکار، هم اوپنهایمر برد، هم کلیان مورفی برد، هم رابرت دانی جونیور. یعنی فکر کنم فقط من نگرفتم. 6 تا اسکار بردش. آره توی اسکار اخیر شخم زده. اینم بگیم ولی به جان خودم کید نشسته دوباره ببینه. بگید خدا آخه واقعا نمیشه شایان. چند بار میخوای مگه واقعا اون سکانس دادگاه رو ببینی؟ میدونی چند بار میخوای بشینی دیالوگ ها رو ببینی؟ من کیلرز آف دی فلاور یعنی واقعا میخوام نمیتونم بار دوم ببینم با اینکه اثر خیلی بهتری است. آیریشمن رو من یه بارم کامل ندیدم. میدونی دارم مثالای فیلم‌های طولانی میزنم چون نمیکشه مغزت تو 4 ساعت بشینی آیریشمن دوباره ببینی، 4 ساعت بشینی نه یعنی واقعا خب ببین این موضوع که هست حرفم اینه که ریواچبیلیتی فاکتور، این که تو چقدر بعد از اینکه یه بار این فیلم رو دیدی دوست داری دوباره بشینی نگاش بکنی، یه عاملی هست که میتونه درجه یک فیلمو با اینکه شاید اون فیلم خیلی هم خوب نباشه یا پرفکت نباشه برای تو بالاتر ببره. خب و این داستانه هست. مثلا تنت من الان دوباره تو جونم افتاده برم بشینم نگاه کنم تنتو. دقیقاً. در صورتی که از هر کی بپرسین میگه آپنهایمر خب فیلم بهتریه دیگه. نمیگیم فیلم بد. فیلم بهتریه ولی من اون جنبه نولان رو بیشتر دوست دارم. بگذاریم. آره بالرینا. به 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 جهان جان ویک. نورمن ریدس توشه ها. فهمیدی که بله مگه میشه جهان جان ویک فیلمی چیز یعنی بکنه؟ من و تو که طرفدار واکینگ دد هستیم فقط به خاطر نورمن ریدوس باید بشیم. ببین واکینگ دد به کنار، من بقیه به خاطر آنا د آرماس میدونن. ما فقط به خاطر دث استرندینگ. مگه میشه نورمن ریدوس فیلمی بازی بکنه و من نرم ببینمش؟ و اون فیلمم تو جهان بچا به جان خودم به جان خودم من و امید یه سری از این قسمت‌های واکینگ دد رو دیدیم که نه نورمن ریدوس دیده نه خالق واکینگ دد. خب در این حد نه هیجان زدن براش. میگن که کیانو ریوز هم خیلی نقشش بیشتر از کمیوه، چیزایی که میشنویم. اتفاقاش هم بین فیلم سوم و چهارم جان ویکه. آره یکی از آخرین آره دیگه آقای لنس ردیک بنده خدا فوت کرد اگه اشتباه نکنم. همون یکی از آخرین فیلماش هم چیزه بود. آره هتل سیاه‌پوسته. آره. خدا رحمتش کنه. آره خب الیو انیمیشن جدید پیکسار. خوبه دیگه. صحبتی حرفی. خوبه دیگه. پیکسار هر سال انیمیشن میده شخم میزنه همه چیزو و میره و خیلی هم خوبه و من خیلی دوست دارم انیمیشن های پیکسار رو. هر سال بهتر از سال قبل و به نظر من کوکو قدیمیاش یه چیز دیگه همچنان. قدیمیاش یه چیز دیگه بود. آره اون 100% همه چیز قدیمیش بهتره، ولی تو سال اخیر کوکو بود فکر میکنم اسم اون انیمیشن پسر آرتیسته. قبول دارم. آره مثلا کوکو از همه بهتر بود به نظر من و خیلی هیجان دارم بدونم با الیو قراره چیکار بکنن. یعنی پیکسار چیز بد واقعا نمیسازه. نمیسازه ولی نمیدونم سلیقه است. اینساید اوت مال پیکسار نبود دوباره؟ اینساید اوت 2 باز مثلا من اصلا باهاش ارتباط نمیگیرم. جفتش هم دیدم. نه من خیلی دوست داشتم اینساید اوت رو. اوکی. حقیقتا ای امید ببین اگه سول رو هم داشتیم تولد مایکل بی جردن آوردن بابت این حرفت. آقا میرم مایکل سی جردن سول رو هم داشتیم دیگه. خب ما 2-3 سال پیش خدایی سول خیلی خوب بود انیمیشنش.
انصافا. خب آره خداییش اصلا امیدوارم همون فرمولو بره. یه دونم چند 3 سال پیش بود ساختن، اون پسر بچه‌ای که ماهیه میاد توی زمین و تبدیل به چیز میشه. اسمش یادم رفته. منم اسمش یادم رفته. اصلا معمولی بود دوباره. ببین همش توی یه پیکساری که من میگم که زندگی رو دوست داشته باش، قدرش رو بدون، خوشحال باش، خوشبخت باش، همش تو همین فرمول میچرخه و خیلی جذابه دیگه. آخه پیکسار یه زمانی اینکردیبلز میساخت اولیه. دقیقاً. خب نمو هم مال پیکسار بود فکر بله اگه اشتباه نکنم. بذار من یه سرچ کنم دوباره. بچه‌ها ما واقعا نه هست نمو هم برای پیکسار بود. ببین باز مثلا فایندینگ نیمو رو با فایندینگ دوری مقایسه کن. آره موافقم خداییش راست میگی. نه اینکه واقعا بعد صنعت همه فیلمسازی رو به زواله رو شکی توش نیست حقیقتا، ولی خب دیگه تنها چیزاییه که هستن میتونیم ازش لذت ببریم دیگه. بریم امید بریم. من تا فردا صحبت میکنیم. خیلی فیلم مونده بچه‌ها. How to Train Your Dragon. هیجا زدن براش، انیمیشناش واقعا یه چیز دیگه بود. شاید نیازی به لایو اکشن هم نبود ولی همون کارگردان انیمیشن آوردن لایو اکشنشو بسازه. این بنده خدا که نقش دختر آقای جول در سریال لاست آف اس بود معشوقه کاراکتر اصلیه. بله. حرفی ندارم. چقدر بازیگر خوبه ها متفاوته. بازیگر خوبه ها ولی این نمیتونم بپذیرم که در اون زمان وایکینگ ها سیاه پوست بوده. ببین بذار که نپذیرم. حالا ما این مشکل رو با لاست آف اس باش من هنوز کنار نیومدم حقیقتا اونقدر، با اینکه بلا رمزی خیلی بازیگر خوبیه برای نقش الی. گفتیم اوکی اون اقتباس از گیمه ما باش کنار، ولی این دیگه اقتباس یه فیلم از روی انیمیشنه. این که دیگه واقعا باید متعهد باشه به اون نقش. میدونی این مشکل به زور چپوندن جنسیت‌های مختلف، نژادهای مختلف قشنگ نیست واقعا. تو اون همه آقا اسکاندیناویان دیگه، وایکینگ سیاه‌پوستش کجا بود؟ شمال اروپا چسبیده به قطب. سیاه‌پوست نداشتن. بوده آقا. ولی الان دیدم جرارد باتلر مثلا اینکه تو فیلمه حواسم نبود، الان یه کمی اومد بالاتر در لیستم. ولی انیمیشن های بیدندو خوب در اومده بود توفلس. امیدوارم فیلمو بگیره دیگه برای نسل جدید. انیمیشنش باز یه چیزی بود. 28 اینم بگم که How to Train Your Dragon 13 جون میاد. الیو هم 13 جفتشون 13 جون میان. چه بکش یه جون. بالرینا هم که اوایل جون میومد 6 جون و بعدش 20 جون حواسم بود 28 سال بعد. من ندیدم این سری فیلم ها رو، خیلی ازش تعریف میکنن. 28 روز بعد، 28 هفته بعد، 28 سال بعد. مثلا که فکر کنم کارگردان هر سه قسمتش هم یکیه. مثلا که فیلم های خوبی هم اصلا ندیدم. بعدش 28 قرن بعد احتمالاً. من 28 Days Later رو دیدم و خیلی فیلم خوبی بود. من خیلی دوستش داشتم. اولین فیلم بود که اصلا از کلیان مورفی دیدم. موقعی که مثلا همه با نقش اسکرکرو توی بتمن تازه داشتن باش چیز میکردن، من با 28 Days Later پوز میدادم گفتم من اینو دیدم. بعد فیلم باز نیستید. و فیلم جالبی بود حقیقتا، خیلی دوستش داشتم. ولی 28 Weeks Later بود فکر میکنم دومیش، اونو ندیدم. آره فکر کنم قسمت دومش اونو ندیدم، ولی احتمالاً اگه این فیلم بیادش اونو میرم میبینم که اینو میخوام ببینم، چون رالف فینز توش بازی کرده و خود کلیان مورفی رو هم برگردوندن برای این فیلم. احتمال زیاد که قطعی دیگه احتمال که نیست. یه تصویری اومده بود خودش فکر کنم تکذیب کرد، حالا من اینو خیلی مطمئن نیستم، ولی آرون تیلر جانسون مثل این که بازیگر نقش اصلی جودی کومر، آره استاد فینز، همین 27 جون F1 دوباره جزو فیلم‌های مورد انتظار من. جدی؟ کارگردان تاپگان رو بیار بذار حالا داخل یه مسابقه فرمولا 1 میخواد بهت نشون بده با براد پیت این دفعه. پشمام تریلرش براد خوبه حاجی. ندیدی تریلرشو؟ من داشتم فکر می‌کردم این چشمای کیه تو عکس پوستر. حالا من عکس‌ها رو میذارم بچه‌ها ببینن. میخوره گلن پاول باشه ولی براد پیت. منم به خدا داشتم به همون فکر می‌کردم، گفتم خدایا این کیه؟ گفتی براد پیت، پشمام. نه تریلرم دادن اصلا. یه سری از راننده‌های خود فرمولا 1 هم آوردن. این فیلمه به نظر من پتانسیل 1 میلیارد داره. آره
چون که مسابقات فرمول 1 طرفدار زیاد داره. من خودم مثلا مسابقات بچه‌ها نگاه نمی‌کنم ولی میدونم تو ایرانم خیلی طرفدار داره. این از اون فیلم هست که واقعا باید بری تو سینما ببینی، یعنی تریلرش هم ببین. امید فکر کنم تو ندیدی. یعنی عملاً سعی کردن تاپ گان رو توی ماشین فرمولا 1 در بیارن. خیلی جالب. داشتم روز فکر می‌کردم تاپ گان یک تونی اسکات ساخته، یه سال بعدش یا 2 سال بعدش یه فیلم سازه به اسم Days of Thunder، دوباره با تام کروز. مسابقات نسکاره، اصلا همه میگن تاپ گانه با ماشینای نسکار. خب بعد حالا خیلی جالبه که جوزف کوزینسکی میاد دوباره تاپ گان 2 رو میسازه، خودش رو دوباره میارن برای مسابقات ماشین سواری، این دفعه فرمولا 1. در حد راش باشه راضیم. آره راش فیلم خوبی، فیلم راش، ولی این بیشتر تمرکزش روی اینه که قشنگ یه جلوه بصری از داخل ماشین به شما نشون بدن که من فورد ورسس فراری رو بیشتر دوست داشتم از راش. ببخشید اون فیلم بهتریه. موافقی با فورد ورسس فراری، ولی تمرکزش یه چیز دیگه است. رقابت دو تا راش برنده. بیشتر رقابت این دو تاست و اصلا راش هنزیمر یه چیز دیگه است داشت. اونورم خب بازیگری اصلا یه چیز دیگه است دیگه. میگم اینم جزء فیلم‌های مورد انتظار منه. تابستون جذابیه. ببین مثلا فکر کن مگه اینکه تو ایران باشی. آره اینو می‌خواستم بگم، فکر کنی فیلمو تو آی مکس می‌رفتیم می‌دیدیم شایان. زنگ می‌زدم بهت میگفتم کاکو کی بریم این فیلمو ببینیم. به جاش میشینیم مگن 2 می‌بینیم. 27 چه ترانزیشنایی میزنی. اصلا خیلی خوب شد. این خیلی خوب نبود، خودم قبول دارم. من یکیش هم ندیدم. من اصلا ندیدم. من کلا خیلی ترسناک باز نیستم بچه‌ها. خب من عذرخواهی می‌کنم. تو عجیب، اصلا تو یه مدتی سمت رزیدنت ایول نمیرفتی. حواسم هست تا کلک ویدیوش میریم حتما. جوراسیک ورلد ریبرث 2 جولای. میگن اینم میخواد برگرده به اون ریشه های ترسناکی که داشته با اسکارلت جوهانسون. چند بار اینو ریبوت میکنن. آخریش جاناتان بیلی و ماهرشالا علی. دامینین افتضاح بود به نظر من اصلا یادم نمیاد چه. منم اصلا یادم قبلیش بهتر بود. آره واقعا. دومیه خیلی خوب بود یادمه که فکر کنم اندی موسچتی کارگردانش بود ها که اومد فلش رو بعد کارگردانی کرد. واقعا برای خیلی وقت پیشه و میدونی فیلم‌های یه بار مصرفن دیگه، یعنی تو نمیتونی بشینی واقعا جوراسیک ورلد مثلا دامینین رو دوباره ببینی. میدونی از اون ور بوم افتاده. اوپنهایمر انقدر پرفکته نمیتونی دوباره ببینی، این انقدر بده نمیتونی دوباره ببینی. بدبختی ما اینه که آره این ور اون ور نمیتونی کنی. تعادل رو رعایت نمیکنن. امید جان تعادل یعنی سوپرمن. کمی از جیمز گان یاد بگیریم و ببین یاد گرفتم. اصلا کوآپ داریم میزنیم تو ترانزیشن ها. من میگم you complete my sentence داداش. قربونت بشم. 11 جولای سوپرمن. راجع به سوپرمن صحبت کردیم، امیدوارم بگیره. واقعا دارم میگم. خب با اینکه یه سری چیزای تریلر رو من دوست نداشتم و صحبت کردیم، امیدوارم فیلم بگیره. چون اگه این فیلم نگیره دیسی به فنا میره به نظرم. یکو میزنه؟ نه به نظرم اصلا نیازی هم نیست. این فیلم فقط باید فیلم خوبی باشه. یه چیزی مثل بتمن بعد مثلا 600 میلیون هم فروش بکنه اوکیه. چون ور یادمه من و استیل 700 خورده‌ای فروش کرد ولی چقدر بحث و اینا به وجود آورد. این یه چیزی باشه که فیلم خوبی باشه، بحث به وجود نیاره، سوپرمن رو دوباره بیاره سر حرفا و یه چیزی باشه که بتونن در ادامهش گسترشش بدن دیگه جهان دی سی یو رو. اصلا نیازی نداره که به اون 1 میلیارد برسه. ببین من حالا خیلی موافق دیوید کورنسوت نبودم برای این نقش، ولی رفتم خدایی چند تا اکت ازش دیدم، چند تا چیز ازش دیدم، واقعا نظرم برگشت. من تنها مشکلی که با سوپرمن جیمز گان داشتم بازیگرش بود که اونم خدا رو شکر مرتفع شد. امیدوارم که آره خداییش فیلم خوبی باشه و بزنم. آره توی تویسترز هم بود، نقشش خیلی کم بود. من فقط همونو دیدم ازش، چیز اثر دیگه ازش ندیدم، ولی میگم فیزیک و چیزایی که ازش دیدم میخوره به سوپرمن. فیلم هست راجع به نیکولاس هالت صحبت نکردیم. دیدی واقعا هنوز تازه نصف لیست رو رفتیم. سوپرمن اونم بگم که راجع به نیکولاس هالت صحبت نکردیم. خیلی بازیگر خوبیه. خیلی جالب. نیکولاس هالت برای بتمن هم آدیشن داده بود. بتمنی که پاتینسون گرفتش. چقدر خوشحالم که دادن به رابرت پاتینسون واقعا. آره ولی الان نیکولاس هالت هم برای لکس لوثر
پخت و پز میخواد انجام بده. بابا نوسفراتوش رو راجع به سوپرمن صحبت کردیم. نوسفراتوشو بعد من مثل سگ منتظرم نوسفراتو بیاد. اصلا دختر جانی دپ بازی کرده. وای کلک خودتو لو دادی به خاطر دختر جانی دپ. دوست دارم فیلمو. بچه‌ها امید جانی دپ فن سنگی. دقیقاً. الان هواداری جانی دپ میاد با هواداری ریچل زگلر دعواشون میشه. چقدر ما کامنت میگیریم. آقا فیلم اسمرف ها واقعا صحبت نکنین راجبش دیگه. 18 جولای هستم. آبی هن دیگه میاد. بعدی هم آبی هن. فانتاستیک فور. فانتاستیک فور 25 جولای. نظر چیه راجع فانتاستیک فور؟ ریکستی که کردن دوست دارم. همه بازیگراش بازیگر مورد علاقه من. ونسا کربی آوردن، جوزف کوین آوردن و پدرو پاسکال. اون تینگو نمیدونم کی بازی کرده، اسمش خیلی طولانیه. ایبون موس باشراخ همچین چیزی، من نمیدونم کیه. امیدوارم که سلامت باشه هر جای دنیا هست. ایبون موس باشراخ دوست داریم ما هم تینگ گفت نداریم ولی نابود کردیم اسم طرف خوب. ولی بازیگرای خوبی خدایی انتخاب شدن براش. امیدوارم که خوب باشه دیگه. کارگردانش هم میگن کارگردان همون وند ویژنه، مت شکمنه دیگه، کارگردان واندا ویژن که با اختلاف موفق سریال مارول بوده. منم خیلی هیجان زدم براش. یه سری شایعاتی هست راجبش، اصلا نمیخوام راجبش صحبت کنم. میخوام فیلم بیاد الکی اسپویل نکنیم خودمونو. ولی این فیلم خیلی تاثیرگذاره روی Avengers Doomsday و پدرو پاسکال. خیلی پدرو پاسکال رو دیدم این اواخر، براش خوشحالم واقعا حقشه. من مثلا 1-2 سال پیش قبل لاست آف اس نشستم Unbearable Weight of Massive Talent با نیکولاس کیج. با نیکولاس کیج. چقدر فیلم بدیه و چقدر فیلم جالبیه. بازیگر خوبیه. از این فیلمای بدی هست که اینقدر بده میگی خوبه. خب و اینکه مثلا نیکولاس کیج رو آوردن همچین فیلمی بازی کنه و الان یه همچین فیلمی ساختن. چون از این فیلم هست که مثلا دهه 90 میساختن. جیم کری رو میآوردن فیلم بد بود، بعد انقدر بد بود که خوب میشد. جیم کری تا دلت بخواد فیلمای اینجوری داره. خود نیکولاس کیج هم همین جوریه. جیم کری که کارگاه حیوانات و اینا بود. اون که هیچی. یه دونه دیگه داره با این زن و شوهرن سهام دارن، بعد سهامشون میخوابه میرن دزدی میکنن. وای اسم فیلم یادم رفته. همه اینا جکنتینا نمیدونم چی همچین چیزی اسمش. شو و Eternal Sunshine of the Spotless Mind. نه بابا میگم فیلم خیلی ریواچه بده. ببین میگیم بده ها ولی اینقدر بده که تو میشینی نگاهش میکنی. خب یعنی بچه‌ای که تو دهه 90 فیلم‌ها رو دیده باشن، دهه 80 دیده باشن میدونن. بچه‌ای که از دهه 90 دارید ویدیوهای ایتیکست رو میبینید سلام. وای فکر کن از اون موقع میساخت. خلاصه که فانتاستیک فور هیجان زدن براش. ببینیم چیکار میکنه. مثل اینکه آقای پال توماس اندرسون یه فیلم داره با آقای دیکاپریو، اسم نزاده، زاده 8 آگست. احتمالاً از این است که تأخیر میخوره. فریکیر فرایدی. این ادامه فریکی فرایدی ترسناک است الان. نمیدونم. بله مثل اینکه بگذریم. ببین سریع رسیدیم به سپتامبر. خب رسیدیم به فیلم براید. اینو میخوام ببینم. مثل اینکه امسال 2 تا فیلم داریم بر اساس داستان فرانکنشتاین. یکی اینه، یکی اونی که گیلمور دل تورو داره میسازه. حاجی مگی جیلن هال کی کارگردان شده؟ این خانواده جیلن هال اینجوری نگاه نکنا. مگی جیلن هال بچه‌ها اونایی که داخل دارک نایت بود، نقش ریچل خواهر جیک جیلن هال و کریستیان بیل آورده برای هیولای فرانکنشتاین. همسرش رو نیاورده، ولی همسرش هم اون بنده خدا دادستانه بود تو بتمن های پاتینسون، اسمش یادم رفته، بازیگر خوبی. این 26 سپتامبر میاد. حالا سپتامبر چقدر ماه خلوتیه، هیچی نداریم. امیدوارم بعدش که کریستیان بیل خوب باشه تو این نقش. ببین بعد از اتفاقی که توی ثور افتاد، آمستردام افتاد، ثور، من اونم آخه پتانسیل از دست رفته. امیدوارم حداقل اون نقش رو اینجا خوب بازی کنه. فان اینجوری داری میگه، همین اواخر نشستم ثور رو هم دوباره نگاه کردم. خوشت اومد این بار؟
نه چون خیلی ازش تعریف کردم. خب قشنگ میتونم ببینم که چرا یه سری افراد دوست نداشتن، ولی معلوم بود مثلا کریستیان بیل داره نهایت سعیشو میکنه که کریستیان بیل که کم نمیذاره که برای بازی، ولی معلوم بود قشنگ یه سری کارهای کرده حذف کردن. خودش هم اومد گفت دیگه. ببینیم چیه. حالا این فیلم گیلرمو دل تورو فکر کنم مال نتفلیکس بوده که اینجا تاریخ نخورده. امید درست میگم؟ نمیدونم حقیقتا کجا داره میسازه. فکر کنم فیلم مال نتفلیکسه که تاریخ نخورده، چون تو این لیستی که ما داریم نزده. چون فیلم قبلیش پینوکیو هم مگه روی نتفلیکس نیومد. احتمالاً اونم مال نتفلیکسه. اصلا دل تورو با نتفلیکس بیشتر کار میکنه. یعنی من یادم سریال ساخته بود که هر اپیزودش یه داستان جداگونه‌ای بود، داشت خیلی فریکی بود. اسمش رو یادم رفته، The Cabinet of the نمیدونم چی یه همچین اسمی داشت، من خاطرت هست یا نه. The Cabinet of the Kitchen. واستا حالا شما برو سراغ مایکل جکسون. من آره فیلم بعدیم مایکل باریکلا بنازم نمیداری یاد میگیری یا ترانزیشن رو. من اصلا برای این فیلم هیجان زده نیستم، ولی مطمئنم این فیلم بالای 1 میلیارد فروش میکنه. آره بابا این میزنه. اصلا بعد از بوهمیان رپسودی همه میرن میبینن فیلمایی که راجع به زندگی نام هست. چون اصلا خود اینام نفیو مایکل جکسون میشه، برادرزاده یا خواهرزاده پسریشون رو آوردن. نمیدونم گیلرمو دل تورو کابینت آف کیوریوسیتیز اسم فیلم، اسم سریاله. قبلیه بود، اونم نتفلیکس بود. خب ببخشید بفهم. این فیلم مایکل مایلز تلر هم توشه. من راجع به مایکل جکسون میگم من چون من فن مایکل جکسون نیستم، ولی حس میکنم تو هستی. آره چه ترمز کشیدم. مایکل جکسون تاثیرگذارترین آرتیست حداقل 3 دهه اخیره به نظر من. و میدونی آدمیه که نه تنها تو دهه‌های بعد از خودش تاثیرگذار بوده، جوری آدم بزرگی بوده که ما میتونیم تعمیمش بدیم به کل دهه‌های موسیقی. یعنی این آدم رو میتونی با پیدایش موسیقی حتی چیزش بکنی. هرچند من با بخش وکالش خیلی اوکی نیستم، به نظرم بچه که بود خیلی وکالیست بهتری بود تا وقتی که بزرگ شد، ولی تأثیری که این آدم روی اجرا و پرفورمنسی که روی استیج میذاشت و احترامی که به مخاطبش قائل بود و کارهای خیریه‌ای که انجام داده، به نظر من آدم قابل ستایشیه. و یه زمانی حتی به عنوان معروف‌ترین انسان رو کره زمین میشناختنش. یعنی همه تقریبا مایکل جکسون رو میشناختن. خیلی عجیب بود. آره نه من که میدونم باز تو اقلیتم، ولی میگم حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. به نظرم فیلم خیلی خوب فروش میکنه، چون خیلی هم دوست دارن داستان مایکل جکسون حالا به این شکل روایت بشه. شایان 52 دقیقه است داریم حرف میزنیم، باورت میشه؟ بریم آره سریع بریم. خب یعنی بریم فقط. این تران 10 اکتبر اصلا ندیدم قسمت قبلیشو. بریم ولش کن. بچه‌ها که دیدن حالا بگو دیگه کارو زمین نذاریم دیگه. چی بگم، خیلی بچه بودم من یکیشو دیدم حقیقتا و خیلی چیزی یادم نیست ازش. حالا بیاد ببینیم قبلیش چجوری بوده دیگه، دوباره بشینیم. فن بیس داره ها قطعا. جارد لتو هم مثل این که هست. فکر کنم تو قسمت قبلیش هم بوده کاراکتر اصلی. قسمت بعدی بلک فون، من قسمت یکشو ندیدم، خیلی ازش تعریف شد با آقای ایثن هاک و نمیدونم نظر داری؟ فیلم خوبی بود واقعا. بلوم هاوس ساخته بود و اصلا دلهره آور به طرز عجیبی و خیلی جذاب بود. به نظرم حتما ببینش. بازی خیلی خوبی داشتش توی این فیلم و پشمام ریخته بود حقیقا ایثن هاک تو اون دیگه. اصلا فیلم فروش کرده که بلام هاوس اینجوری اومده قسمت دومش هم داره میسازه. خودشون هم گفتن میخوایم یه فرانچایز جدید از توش در بیاریم، چیزی که اینجا نوشته. بلام هاوس فیلمای خوبی میسازه. پردیتور، بدلندز، باز میگم این از اون فرانچایزایی است که من اصلا باش بزرگ نشدم، چون من بیشتر ایلین باز بودم تا پردیتور باز و ندیدم اصلا فیلم اصلی که با جناب آرنولد هم هست. فکر کنم یه دونه فیلم پری دادن چند سال پیش، خیلی طرفدار داشت. این مثل این که قراره از نقطه نظر پردیتور داستانو نشون بده. ایدهش جالبه. همیشه از نقطه نظر شکار نشون میدادن، این دفعه از نقطه نظر شکارچی میخوان نشونش بدن که جذابه. 7 نوامبر من نمیدونم تلفظ این فیلمه چیه. بوگونیا بگو نیا چجوری نمیدونم. A science fiction comedy. بکنم کارگردان شیرازیه. علمی تخیلی کمدی.
جواد ساخته اینا. یه شات اوت میدیم به جواد بابت فیلم خوبی که قراره 7 نوامبر ازش گونه یا بچه من واقعا نمیدونم این تلفظش چیه. خدایا حس بدی هم دارم الان. اما استون توشه، جسی پلمنز. کست خوبیه. ببین این سمت چپیه، این بلونده از اون بازیگره که من میگم این هیچ وقت اسمشو تو بریکینگ بد بود. همینقدر میشناسمش. همین. رانینگ من جناب گلن پاول 7 نوامبر. این ریمیک فیلم آرنولد شوارزنگر. چرا اینجوری گفتم؟ آرنولد مال 1980. اومدم فامیلیشو بگم بعد نشد. فیلم کارگردانش ادگار رایت. نکته جالب، ادگار رایت از اون کارگردانایی است که کاراش جالب در میاد. مگه بیبی درایور هم مال ادگار رایت نیست؟ بذار ببینم. امشب همش یه کاری میکنم تو بری سرچ کنی. آره بیبی درایور برای اونه. چقدر فیلم خوبی بود بیبی درایور. آره قسمت دومش هم دارم میسازم فکر کنم. این فیلم اند آف دی ورلد همون ساخته بوده. ورلدز اند ببخشید. فرام خیلی فیلم مسخره بود. نه ادگار رایت قرار بود انتمن رو بسازه دیگه که اصلا یه سری کارا می‌خواست انجام بده. کوین فایگ گفت داداش اینجا مال این کارا نیست. اینا رو برو تو دی سی انجام بده. برو همون بیبی درایو. آره برو اینا رو تو آب ندارم چرا دارم. برو بیبی درایور تو بساز. خب رانینگ من گلن پاول فیلمای خوبی ساخته. گلن پاول از اون بازیگرایی است که باید فیلماشو نگاه کنی. و anyone but us رو دیدی؟ با خانم سیدنی سوینی. من طرفدار از اون فیلمای رام کامیه که باز دهه 90 مثلا تام کروز جری مگوایر وار میساخت. فیلم اونجوریه. فیلم خیلی هم خوب فروش کرد نسبتا. خوشحالم فیلم اینجوری دوباره فروش میکنن. گفتی طرفدار چی؟ تویسترز هم داشت امسال که خیلی خوب بود. نه منم طرفدارش نیستم ولی فیلم خوبی نمیبینم اصلا چون چیز نیستم. گلن پاول امسال هم تویسترز رو داشت. تویسترز رو دیدی؟ نه متاسفم. حاجی به نظرم یکی از بهترین فیلم‌های امسال بود تویسترز. خب فیلمایی که نچرال دیزاستر و طوفان و اینا اونم ریمیک تویسترز قبلیه ولی کارهای جالبی توش انجام دادن. فیلم خوبی بود. ببین به نظرم از اون فیلمایی هست که حسرت می‌خوری چرا تو سینما ندیدیش. واقعا دارم میگم ساوند ترک خیلی خوبی هم داره. رو چشم میبینم حتما. Wicked for Good 21 نوامبر ندیدم قسمت اولشو. حقیقتا از این داستان جادوگر شهر آز من واقعا خسته شدم. این مثلا اینکه یه نمایشی بوده اومدن فیلمش کردن خیلی هم خوب فروش کرده. اصلا عجیب غریب. ولی خب میگم این فیلمه یکم وایب باربی به من داره میده به خاطر همینم. خدا نگهدار ویکد عزیز. میریم سراغ به جای زوتوپیا میبینیم. ببینم چی کار میکنه دیزنی. آره. هر چقدر بعدشو گفتیم اینجا کاراکتر فلش بود اسمش. آره. چقدر خوب بود این انیمیشن. برش گردونن اون عزیز دلو. میشه شکیرا رو دوباره ما داشته باشیم تو این؟ نوشته که هست جان. آره هست آره نوشته اسمش آورده. من قطعا میبینم بالای 2 میلیارد میفروشه به نظر من این فیلم. جیسون بیتمن اینم آره اینم بالای 1 میلیارد میفروشه. اصلا فیلم اول قسمت اول زوتوپیان بالای 1 میلیارد فروش کرده و اتفاقا جزء آی پی های جدیدی بود که من خیلی دوست داشتم. یعنی واقعا یه چیز جدید داشت ارائه میداد. ببینم که چیکار میکنن. که 26 نوامبر این نزدیک تولد منه. بابا تولدت مبارک. با 20 روز تاخیر. تولدت مبارک. چاکریم. یه روباه برام بیار دیگه. من اونور مایکل سی جردن برات آوردم. خرگوش میارم برات. حتی کلا در میارم. نه خرگوش داستان میشه. من یه کلا داشتم اینجا گم نیستش الان. ازش می‌خواستم خرگوش درارم. بچه‌ها شعبده بازی منم ببینم به هر حال. خب همین حقیقت که داریم شعبده بازی می‌کنیم. یه اکتی هم داری؟ اکت به اسم محو کردن میکروفون. تو ویدیو قبلی دید. تو شعبده بازی. Five Nights at Freddy's میری اینجا هم غیب میکنی 5 دسامبر. ترسناکه؟ آره قسمت اولش هم خوب فروش کرده بود. از ویدیو گیم الهام گرفته شده. آره خب آره. نه بازم ندیدم. تأثیری نمیذاره. بازم بازی نکردم. این مثل اون جمله جواد بود بازی کردی؟ نه منم بازی نکردم. 19 دسامبر
باز اومدش اواتار فایر و نش. انقدر ساخته، یعنی تا آقای جیمز کامرون همه عناصر رو به ما نشون نده ول نیست. انقدر جیمز کامرون پشت سر هم دیگه اواتار ساخته، ما تا 90مون هم اواتار داریم. یه زمان میگفتیم چرا نمیدی، الان میگیم بس کن. به خدا تو رو خدا پارمون کردی. بعد نه تنها جدیدا رو میده، من میارم دوباره اکرام میکنه. کرم داره. خیلی قشنگ گفتی. ببین یعنی از نوامبر شروع میشه، نوامبر آواتار 1 دوباره یه 300 میلیون فروش میکنه، میاد مثلا 6 متر دوباره فاصله میندازه با اونجرز اند گیم توی اون دیوونه خونه است. چی بگم والا. من اواتار 2 رو داخل سینما دیدم بچه‌ها. متاسفانه اون دورانی هم بود که ویدیو نتونستیم بسازیم. خب حالا برای اینکه به بچه‌ها ثابت بشه یه عکس میتونم برای امید رو ادیت بفرستم که بذاره که بابا من واقعا تو سینما دیدم. خوب نبودم آواتار 2 رو. یعنی آواتار 1 هم به نظرم خیلی اوورریتده به نظرم. ولی کاری که داره انجام میده، من 3 بعدی هم دیدم و البته پرده خیلی خوبی نبود حقیقتا. تعریف کردی کمی هم تجربه اول 3 بعدی من. آره ولی تو ویدیو فکر کنم نگفتم. تجربه اول 3 بعدی من بود، خیلی هم اذیت میشدم تو 5 دقیقه اول. پرده‌ای هم که دیدیم خیلی پرده خوبی نبود. گرجستانه دیگه، خیلی تکنولوژی ندارم، من نتونستم برام رو آیمکس ببینم. یعنی هدفمون این بود که آیمکس ببینیم، نشد. خیلی لحظه آخری شد. بعد یعنی اصلا هدفم این بود 2 بعدی ببینم. رفتیم سینما نشد، گفتن 3 بعدی کردن تو پاچمون عینک رو. می چقدر فروش عینک میکنن اینا فقط روی این 3 بعدی بودن. عینک رو به خود میاری از خداشونه همینجوری جیمز کامرون آواتار بسازه. عینک رو به خود میاری؟ میتونی بیاری؟ ندارم الان بخوام برم آواتار بعدی ببینم دوباره تو پاچمه. ولی خیلی با فیلم نامش هم حال نکردم. خیلی هم منتقد هایپش کرده بودن، میگفتن در حد ترمینیتور. بابا ولان بکن. ترمینیتور 2 آخر اصلا نگیم خواهشن نبود. یعنی اصلا فیلم نامه خیلی مشکل داره. ببین یه سری کارهایی داره انجام میده که ولی جدیدم نیست. یعنی تو آثار مثل فاینال فانتزی من خیلی بهترشو دیده بودم. ولی خب فروش میکنه دیگه، چون عامه پسنده. فروش میکنه. من آواتار 1 که میگی جمله‌ام ایهام داشت. آواتار 1 که میگی اوورریتده. ببین ما اوورریتد بودنش رو تو سال 2025 داریم میگیم. اون سال 2009 که منتشر شده بود به نظر من خیلی خوب بود. یعنی برای سال 2009 آواتار 1 واقعا فیلم خیلی خوبی بود. نه حاجی آخه شما بشین د لاست سامورای تام کروز رو ببین. 100% میفهمم چی میگی. اوورریتد بودنش از بابت فروشش موافقم باهات که نباید انقدر چیز کنه، ولی به طور کلی فیلم خوبی بود آواتار 1 به نظرم. نمیگم خلاقانه بود. اوورریتد چیزی که به وجود آورده بود خلاقانه بود. داستانش رو نمیگم، داستانش خلاقانه نبود. داستانش خیلی داستانیه که ما خیلی دیدیم، ولی اجراش خیلی خلاقانه بود. چیزهایی که جیمز کامرون توی این فیلم به صنعت سینما اضافه کرد خیلی جدید بود به نظرم. درسته توی صنعت 3 بعدی بودن. یادته بعدش هم همه فیلم‌ها ریمیک 3 بعدی گرفتن که همه ماشاءالله شکست خوردن. خب کاری که داره انجام جیمز کامرون آدمی است که من نمیگم الان من میام این حرفا رو میزنم مثلا میگن بابا اون جیمز کامرونه مثلا شما تو چه غلطی در زندگی کردید. داداش درست دارین میگید. خب من خودم فن جیمز کامرونم. من میگم بابا دست از سر کچل این آواتار بردار. حالا این که تأخیر نمیخوره چون اینو ساختن. مثلا هم موقعی که دوشتاش میومد گفتن 90% اینم ساختیم و مثلا از الان دیگه شروع میکنن. مگه یه سری استودیو تو استرالیا هم خرید خود جیمز کامرون یادمه. یعنی مثلا اینا 2 سال جلوه‌ای ویژه اینا هم دادن. خوبیش اینه که تأخیر نمیخوره چون موهای ما سفید شد سر آواتار 2 تا بیاد. واقعا چند سال تأخیر میخورد. امید از 2016 من یادم آواتار 2 میخواست بیاد. بحثم سر اینه که بابا اینو ول کن، برو اون ترمینیتر رو ریوایوش کن. مگه دوباره حق پخش ترمینیتر رو نگرفتی گفتی میخوای، یا اصلا یه آی پی جدید بساز. چقدر یه مدت جیمز کامرون ابیس ساخت، اونور یه فیلم دیگه ای ساخت خدای آرنولد توشه، خیلی هم فیلم طرفدار داره، اسمش یادم رفته، یه جاسوسیه با زنش. اصلا فیلم خیلی بده خب، ولی آی پی جدیدی بود. خود ترمینیتور ایلین باش چیکار کردی؟ خب باری کرد ترو لایز. فیلم اینقدر فن بیس داره تو آمریکا. نشستم نگاه کردم گفتم این چیه، نمیدونم. از این فیلم هست که احتمالاً دهه 90 باش وایب گرفتی دیگه، مونده تو ذهنت. ولی مثلا ابیسش خیلی فیلم خوبیه. خب من ابیس رو ندیدم هنوز متاسفانه، ولی دقیقاً با آب کار داره. اصلا تکنولوژی فیلم برداری زیر آب و همون زمان جابجا کرده بود آقای جیمز کامرون.
نمیدونم، حالا شاید این امیدوارم این بیاد و بهتر باشه. خیلی من اشکالات داستانی داشتم. بعد این فیلمم شدیداً وایت سیویر کامپلکس داره دیگه، یه آدم سفید پوستی میره یه جا و همه رو نجات میده. این فیلم شدید این داستانه رو داره. شما آخرین سامورایی رو نگاه بکنین، The Last Samurai، ببین چقدر قشنگ اون نکته رو ازش میاد استفاده میکنه، یه معنای جدیدی به این داستانایی میده که یه نفر میره توی قبیله‌ای بعد یه سری حرکتایی میزنه، راه و روششون رو یاد میگیره. به هر حال تو آب رفتیم، این دفعه میخوایم بریم تو آتش و خاکستر. بعدش چیه؟ میریم زیر زمین. بعدش احتمالاً یه اسپیناف با دون داریم توی تو رو خدا نه. نمیشه یه اسپیناف با اسپانج باب داشته باشیم؟ Search for a square pants. اینو من میدونم خدا وکیلی. مستعد اسام داداش search for a square pants پنسشو گم کرده. search for a square pants به جان خود. یه دونه انیمیشن باب اسفنجی بچه‌ها داره، آقای هومن حاجی عبداللهی دوبله کرده. خب من با این انیمیشن بزرگ شدم. خیلی خوبه. کاش که دوباره بدن هومن حاجی عبداللهی صدای باب اسفنجی در بیاره. به جان خودم من نگاه میکنم. خیلی هم عالی. خدای فیلم خوبی نیست. 19 دسامبر یه فیلم دیگه هم نوشته که این فیلم رو مگه بگم امید میگه شاید بس دیگه. چیه؟ سیکوئل نایوز اوت آورده، نوشته هنوز تاریخ نخورده. اینا یه سری فیلم هست که تاریخ نخورده. اینا اینجا فیلم گیرمو دل تورو آورده. آره اینم همون اولیش خوب بود به نظرم. بقیه‌اش برای پول بود حقیقتا. دقیقاً نتفلیکسی. Thursday Murder Club اینم بر اساس یه رمانه، اینم برای نتفلیکسه. یه فیلمی هم مت اسمیت با این بازیگر بایک رایدرز که تو دونم بود، اسمش یادم رفته، تو بگو. همه اسما رو یادم رفته. مثلا کیو میگی؟ کی بود داخل دون نقش قسمت دوم نقش منفی بودن؟ یه فیلم هم اینا امسال دارن نیاورده اسمشو توی لیست. اینی که دیگه خودتون به بزرگی خودتون ببخشید چون اصلا تاریخ هم نداشته. نقش الویس فیلم مال درن آرونوفسکیه. آستین باتلر. فیلم جدید درن آرونوفسکیه. آره آستین باتلر. نه آستین باتلر نه. آره الویس هم بازی کرده بود. آره فیلم جدید درن آرونوفسکیه که سری تصویر ازش اومده بود، هنوز تاریخ نخورده. اینا معلوم نیست امسال بیاد، ممکنه بره سال دیگه، ولی خب درن آرونوفسکی هم از اون کارگردانایی هست که میبینی فیلماشو دیگه، یعنی مگه میتونی نبینی. این از این most anticipated movies of 2025. ایشالله که فیلم ها بیان، تأخیر نخورن، اتفاقی نیفته، چین ویروس نده که اینا تأخیر بخورن. به چین ویروسه که داده آپدیت نده براش، یعنی پشتیبانی چین از ویروسش از پشتیبانی خیلی چیزا تو ایران بهتره. یعنی براش قشنگ. راست میگه، قشنگ بود واقعا. نه مثلا نسخه جدید نداره پریمیوم. و در کنار این برای اینکه بچهای ویدیو گیم هم حال بکنن، ما جی تی ای جدید رو امسال ببینیم ان شاء الله. وطن هم سالم باشه و از فیلم ها لذت ببرید بچه‌ها. نکته‌ای باشه. 1 ساعت و 7 دقیقه حرف زدیم، یعنی من کبودم. من از 7 صبح بیدارم و از 8 صبح سر کارم و اومدیم ویدیو گرفتیم. الان ساعت 10 و 25 دقیقه شبه. اگه خسته بودیم، اگه خیلی شوخی کردیم، اگه با خیلی چیزا گفتیم خندیدیم، بچه‌ها اگه چیز شدش به بزرگی خودتون ببخشید، بذارید به حساب خستگی فوشمون ندید تو کامنت ها. آره نه بچه‌ها خیلی حال بهمون دادن، خدای بچه‌ها دمتون گرم واقعا. تو این چند تا ویدیو اخیر من کامنت ها رو میخونم، خیلی وایب مثبت دادید، واقعا دمتون گرم. چون که واقعا یه فضایی هست که می‌خوایم بیایم صحبت بکنیم، شوخی بکنیم، یکم متفاوت صحبت بکنیم، خیلی هم سخت نگیریم و امیدوارم که واقعا سال 2025 هم سال خیلی خوبی باشه برای همتون و در کنار خانواده سالم باشین و فیلم هم نگاه بکنید، ایتیکست هم چک بکنید، ویدیوها رو هم لایک بکنید، یه سابسکرایب هم بزنید دیگه. دمتون گرم، مرسی. من خیلی بهم کیف داد این ویدیو و امید دمت گرم واقعا. میدونم با وجود سختی‌ها خیلی بار سنگین کانال رو دوش امیده بچه‌ها واقعا و خیلی زحمت میکشه برای ادیت ویدیوها. من میدونم واقعا. دمت گرم و خیلی کیف داد به منم. مراقب خودتون باشین و میبینیمتون. آجی ویدیو ضبط نشد. میره تو بیهایند السین. میدونستم یه حسی بهم میگم.